یکی از تهدیدهایی که روی کسب و کارها سایه انداخته ورود رقباییه که تلاش میکنن سهم بازار رو از چنگ قدیمی‌ها در بیارن. من علیرضا رمضانی هستم، مشاور برندینگ و تبلیغات، و امروز میخوام در مورد این تهدید و راهکارهاش با شما صحبت کنم. هر ساله هزاران کسب و کار جدید شروع به کار میکنن. صاحبان این کسب و کارها بعضن جوونن و راههای استفاده از تکنولوژی رو خوب بلدن. اونا خیلی سریعتر از زمانی که شما کارت رو شروع کردی میتونن رشد کنن. بیشترین ترس شما از ورود کدوم رقبا به بازاره؟ اونایی که تلاش میکنن سهم بازار شما رو از آن خودشون بکنن، درسته؟ همونایی که دقیقاً همون خدمات شما رو به بازار ارائه میدن. اگه اطلاعات بهتری برای حضور تو این بازار رقابتی داشتی، اعتماد به نفست بالاتر نبود؟ شاید. اگه کسب و کار خودتو به تکنولوژی مجهز میکردی و میتونستی موانع دیجیتالی رو در اطراف خدماتت ایجاد کنی، سطح اطمینانت بالاتر نمیرفت تا دیگه ورود تازه واردها تهدیدی برای کسب و کارت محسوب نشه؟ کاملا درسته. نکته اینجاست، باید چارچوب اساسی کسب و کارت رو و جایی که سودت رو از دست میدی رو بشناسی. فناوری سریع حرکت میکنه، خیلی سریع، و متاسفانه اگه رشد کسب و کارت محدود باشه دیگه توانایی درک نحوه هدایت فضای دیجیتال و همینطور متخصصای این صنعت رو نخواهی داشت. این پادکست رو چند بار گوش بده و به کارهایی که باید برای کسب و کارت انجام بدی فکر کن. تو میتونی با استفاده صحیح از تکنولوژی کاری کنی که دیگه ورود رقبای جدید برات تهدید به حساب نیاد. فراموش نکن، فاصله ندانستن و دانستن چند دقیقه است، ولی خیلی وقتا فاصله دانستن و عمل کردن یک عمره. پس حالا که میدونی دست به کار شو، چون یه روز خوب نمیاد. یه روز خوب رو باید بسازی. لحظه‌هات سرشار از شکوفایی و نو شدن. نو شو از نو.